او سراپا مردی شیر بود و غروری ملی داشت و سنگ و خاکی دیارش، کوه و چشم سارانی وطنش را از همه دار دنیا بالا می دید. تاجیک می گفت و می شکفت، تاجیک می گفت و فخر می کرد. تاجیکستان می گفت و سر به فلک می کشید. تاجیکستان می گفت و خود را در حلقه دلشناسان، در زیر باران شعر و سرود، در حلقه کوهساران می یافت. کاروانی آرزوهای او روان است و روان، لیک روحش در سما، در آشیان آفتاب پرواز دارد. او شعر در لب، شور در دل، از آن آشیان بیرون می آید، به شعر می گوید: ای مردی مسافر از سفر می مانی، از قافله دم سحر می مانی. بشتاب که عمر کوته است و گذران، ترسم که چو باد
بی اثر میمانی. ما ره گذریم، در سفر میگذریم، لیکن بره دیگر میگذریم. معنی حیات ما در این خواهد بود، چون آمده ایم و باز در میگذریم. غایب سفرزاده ماه ایونی سال 1972 نابهنگام هنگام سفر از عالم گذشت. گویا این سمای ما برایش تنگ آفریده شده، چون پرنده تیز پرواز به دوری های دور و بی بازگشت پریده رفت. سرودی من به یک آواز بگذشت، عقابی بود در پرواز بگذشت. به دل یار و دوستان اهل ادب او را با شعر گسیل می کردند. اولین بار در دوشنبه آمده شعر من نزد اون کسم نبرده باشم، ولی یکی از اولین آدم‌هایی بود که شعر مرا او خوانده مصلحت داده بود. من در یادم هست که و شعر در راه عمر نام داشت. کم کم اگر شاعری جوان همیشه کوشش میکنه که یک فلسفه را بگه که آدم را بیشتر حیران کنه. ما هم در راه عمر کم کدام یک فلسفه زمینی و آسمانی را آمیخته کرده گفتیم و گمان کردیم که به این پیش هر یک شاعر را این شعر را بخونیم او را حیران میکنیم. بعد از جمله اکای غایب گرفت خواند و گفت که اوخه عمری داریم ما و شما که علاقه در راه عمر گفته یک فلسفه کم نمیشتگی را میگیریم می نویسیم. بعضا مصلحت ها داد خیلی را چندان معقول نشید و خیلی بعضا قطعش بحث هم کردم، لیکن وقتی که در علاهدگی رفته گپوی غایب سفرزاده را با شعر مقایسه کردم، در واقعیتون که گپوی حق میگه. بعد شعر از نو کردم، شعر از نو ساختم و بعد با آورده نزدی اکای غایب گفتم همین شعر یک بار دیگه خوند و گونه که بسیار صمیمیتش خوبه. گفت همین شعر ما چاپ میکنم و همین شعر در راه عمر رحمتی غایب سفرزاده هم خونده بود، هم همونا در روزنامه اون وقت تاجیکستان سویتی نام داشت، در همون روزنامه چاپ کردم. من همین گفتنی هستم که بعضا چنین به نظر میرسد انسان‌های هستند که اونا شاید به زمین تعلق نداشته باشند، اونا را در گمان آدم همچون انسان زمینی نه، همچون یک فرشته در نظر می نمایند و همین خیلی انسان همین رحمتی غایب سفرزاده بود. این بود سخنی چند از حیات و فعالیت ایجادی شاعر آرمانی غایب سفرزاده.